today? سلام به همگی، پریا خواص هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به have صحبت کنم. بله، have، فقط have. So if you want to learn when and how to use have, join us and learn. اگر میخوای بدونی have رو کجا استفاده بکنی، ملحق شو و یاد بگیر. When do we use have? اصلا have چی هست؟ have معنی های مختلفی داره. Have has different meanings. One of the meanings که ما خیلی استفاده میکنیم ازش، یکی از این معانی which is the most important meaning of have is possession. یعنی به معنی داراییه. وقتی ما میخوایم راجع به داراییامون صحبت کنیم. For example, I have a cat. من یه گربه دارم. پس به معنی داشتن و دارم هست. I have a house. من یک خونه دارم. I have a family. من یک خانواده دارم. پس have رو میتونی به معنی دارایی استفاده بکنی. What do you have in your life? Do you have a pet? یک حیوان خونگی داری؟ پت داری؟ Do you have a family? Of course you do. I have a family. Okay? Do you have a pen? Yes, I have a pen. پس میتونی have رو به معنی دارایی استفاده بکنی. بریم سراغ معنی دوم. معنی دوم have به معنی خوردنه. For example, I have breakfast every day. من هر روز صبحونه میخورم. We have lunch together. ما با هم نهار میخوریم. I have a sandwich as my lunch. What do you have as your lunch? چی به عنوان نهارتون میخورید؟ پس have رو به معنی خوردن میتونی استفاده بکنی. بریم سراغ معنی سوم have. have معنی بعدیش spend time هست، یعنی تایم گذروندن. I have a great time with my friends. من تایم خوبی رو با دوستان میگذرونم. I have a great time with my family. Means I spend great time with my family. یعنی من تایم خوبی رو با زمان خوبی رو با خانوادم میگذرونم. پس من امروز 3 تا have رو برای شما گفتم. have به معنی spend time، have به معنی eat و have به معنی دارایی. یک نکته خیلی مهم توی پرانتز که در واقع یه جورایی میشه نکته گرامری. نکته گرامری اول ing. یادتون باشه اگر حالا کتاب‌های فور کورنرز رو خوندید یا کتاب‌های گرامر رو خوندید، بهتون گفتن هیچ وقت have ing نمیگیره، اما باید بدونید که چرا میگیره. یعنی میتونید بگید am, is, are, ing, having, I'm having, we are having، ولی کیا نمیتونید بگید. برای eat میتونیم بگیم مثلا I'm having lunch now, I can't reach you. الان دارم نهار میخورم، نمیتونم مثلا با تماس بگیرم. I'm having breakfast, I'm having a sandwich now. پس میتونید اینجا ing بیارید. معنی بعدی که میتونید ازش ing استفاده بکنید، یعنی have رو بهش ing بهش بچسبونید، spend time هست. For example، یک example خیلی خوشگل الان بهتون میگم I'm having a great time teaching you. من یه تایم خیلی خوبی رو دارم میگذرونم وقتی به شما درس میدم. So I'm having a great time now teaching you. پس اینجا I'm having استفاده میکنیم. اما but به هیچ عنوان ما ing رو وقتی میخوایم have رو به عنوان دارایی استفاده کنیم به کار نمیبریم. هیچ وقت نمیگیم I'm having a cat. Never. I'm having a house. I have a house. Always simple. Okay? پس همیشه ما simple استفاده میکنیم ازش. هیچ وقت ing نمیذاریم. پس این نکته گرامری اول. نکته گرامری دوم که همه دانشجوها مشکل دارن، اکثرا، نمیگم حالا همه، اکثرا مشکل دارن، اینه که مثلا از من میپرسه Do you have a pen؟ میخوام بگم من خودکار ندارم. میگه خودکار داری؟ میگم من ندارم. چی میگی؟ معمولا میگن I haven't.
What? I haven't? Is it correct? درسته? No. It's not correct. You should say I don't have or I have no. پس هیچ وقت نمیاد بگید I haven't. چیزی که اینجا اتفاق میفته که دانشجوها معمولا مشکل دارن باهاش اینه که بین بریتیش و امریکن میمونن. We cannot actually you know, when it comes to American and British, people have different, like, they make different mistakes. Like, this is one of them. Because British people mostly say, British ها انگلیسی ها معمولا میگن I have got. بعد میخوان نگاتیوش کنن میگن I haven't got. یعنی مثلا میگه I have got a sister, and then they want to change it to negative. They say I haven't got a sister. You know what I'm saying? پس اینجا British American یه ذره مشکل دار میشه. اما simple form is ما امریکن استفاده میکنیم. میگیم I don't have, you know, I don't have. مثلا میگیم Do you have a pencil? I don't have any. Or I have no pencil. پس ما امریکنش سیمپل تر استفاده میکنیم. چرا من نمیگم I haven't؟ به خاطر اینکه have وقتی میگی I haven't present perfect میشه. یعنی میگی Do you have a pen? No, I haven't. This is present perfect. This is nonsense. اصلا present perfectه. حال کامله. که اصلا یه نکته دیگه است. پس هیچ وقت نمیگی I haven't. این یک نکته گرامری دوم بود. و نکته گرامری سوم برای have رو ما کیا به کار میبریم؟ برای I, you, we and they. I have a great time. For example, we have lunch together. They have a cat or a house. Okay? پس I, you, we, they get have. توی ویدیوهای بعدی نکات دیگه رو به شما یاد میدم. میرم سراغ has رو که بهتون درس بدم present perfect رو باهاتون کار خواهم کرد. امیدوارم که موفق باشین. I wish you luck and happiness as usual. میتونید توی فیسبوک، یوتیوب و کانال‌های مجازی حتی از طریق وبسایت من میتونید خودتون رو ایوالویت بکنید، دانش زبانیتون و سطحتون رو، چون من اونجا یک کوئسشنر گذاشتم، یک در واقع یه سری سوال نوشتم، خودم طراحی کردم، اونا رو میتونید انجام بدین، تعیین سطح بشین و میتونید به من ایمیل بزنید، سوالاتتون رو بپرسین. از این به بعد همیشه برای شما فیلم خواهم گذاشت. Thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Have fun. Bye.